خب من پدری بیروز خالق افتقای مراد زاده نوی رونکی یک چند وقت است که بیروز در رسانه‌های خبری از خارج کشور خب با گفته خواجه های امو کشورهای بیگانه در آمده در حق وطن و این سرزمین گپ‌های ناسزا میگوید، گپ‌های بر دروغ میگوید. لیک یک چیز است که بیروز همه خیلی میگویم که چطوری که بزرگان ملت میگویند خب فرزندی نیک باغ پدر، فرزندی بعد داغ پدر. ما میخواستیم که در آینده تو نیک باشی، من و مادرت را نگهبان باشی، برای این وطن، این ملت، این سرزمین، این آبادی هایی که رفته است ازت تو هم مثل دیگر شهروندان تاجی خدمت را برسانی. امروز گرچنده که خب از بیرون ایستاده گپ میزنی و در وصف وطن گپ‌های متون گپ میزنی، ما در خجالت میافتیم. امروز این پیشوای ملتمون محترم امام علی رحمانو در وصف این وطن چقدر آبادی ها کرده است، چقدر سرزمین آباد شده است. جوانا ببینید، جوانا امروز به خانیش و کارهای نیک در زدن. امروز در سیر رهبریت ببینید جوانا هستند. ببینید که جوانا امروز پیروی پیشوای ملت هستند. ما هم می‌خواستیم تا مثل دیگر جوانا آمده در وطن خود خدمت کنی، وطن را آباد کنی. ولی افسوس می‌خورم که تو با گروه بسیار خبیری دیگر چیه اینها اکنون خائنان. برای ما می‌خواستم که نسبت وطن هم خیلی گپا رو کم زنی بر وطن برگردی. اگر برکی نگشتی همچون پدر تر نمیبخشیم. التماس به وطن برگرد. خب بار دیگه بهت خواهش میکنم.